من اول آب رو ریختم که آب سرد باشه. مخمر فوری نیاز به عمل آوری نداره. اینو کامل ترکیب میکنیم با هم دیگه که مخمرها حل بشه، فقط در همین اندازه. آب همینجا باید آب سرد باشه، اصلا آب گرم استفاده نکنین چون که خمیر پرهیدراته. بعد شکر رو بهش اضافه میکنین. شکر رو اضافه نکنین ولی وقتی که باشه بربریتون خوش رنگ میشه و این مقدار شکر اصلا اونقدری نیستش که بخواد شیرینش کنه. بعدش هم نمک رو اضافه میکنم. نمک رو دیگه وقتی اضافه میکنین خیلی سریع هم بزنین. نمک توی این آب نباید زیاد بمونه چون مخمر رو میکشه و سریعا به محض اینکه حل شد، من دستم میذارم اینم حل شد کاملا، به محض اینکه حل شد آرد رو بهش اضافه میکنم که این آرد میتونه ترکیب آردهای مختلف باشه. یعنی اگه میخواین آرد کامل استفاده کنیم که سبوس هم داشته باشه، آرد کامل رو مثلا اندازه کل آرد رو حساب کنیم. ببینید چقدره. 15% این آرد رو بردارین، محاسبه کنید 15%ش چقدر میشه، بردارین به جاش آرد کامل اضافه کنید یا آرد جو اضافه کنید یا آرد چاپدار اضافه کنید. حالا من اینا رو کامل با هم دیگه ترکیب میکنم. این نیاز به ورز دادن خاصی نداره این نون، به خاطر که میبینین خیلی شله خمیرش و ما نمیتونیم با دستمون بریم درگیر بشیم و ورز دادن رو انجام بدیم. با کمک یه دونه لیسک که بهتر لیسکمون از این لیسک‌هایی باشه که یک دست هست، دو تیکه نباشه. همیشه کلا از لیسک‌های یک دست تهیه کنیم. با اون ترکیب میکنم که آب و آرد در هم حل بشه و آرد خشک دیگه من نبینم، آب و آرد با هم قاطی شده باشه. اینا رو من خوب ترکیب میکنم و بعد در نهایت روغن رو اضافه میکنم. هم میتونیم روغن زیتون اضافه کنیم، هم میتونیم روغن کنجد کره آب شده و دقیقاً باید وزنش کنیم. من چون دیگه حالا وزنش دستمه چشمی میریزم، ولی شما حتما اولین بار وزن کنید. وقتی که به یه حدی میرسه که ورز دادنش، این ترکیب کردنش با لیسک خیلی کار سختی میشه، تمیزش میکنم و با دستم شروع میکنم به ورز دادن، ولی ورز دادن نه به شیوه معمولی. دستم و 4 تا انگشت رو میبرم هی زیر خمیر، هی خمیر رو بلند میکنم، این آهستشه. هی خمیر رو بلند میکنم روی خودش تا میزنم، دوباره بلند میکنم روی خودش تا میزنم دوباره، و این رو بارها و بارها تکرار میکنم برای قسمت‌های مختلف خمیر. مثلا سعی کنید با این قسمت، این 2 تا بند انگشت اولتون کار کنید، چون همه دست نباید با خمیر درگیر بشه، چون صرفا فقط اذیت میشین. ما میخوایم فقط روغن در خمیرمون ترکیب بشه، حل بشه. این خمیر بربری اصلا نیازی به ورز دادن خاصی نداره، فقط همین حدی که ترکیب بشه کافیه. الان تمام روغن جذب شده، خمیرم میبینین که هنوز پاره پاره است و اصلا هیچ انسجامی نداره، هیچ اشکالی نداره و نترسین. در همین مرحله که هست یه دور با این لیسکی که هست دورگیری کنین که اینا خشک نشه، چون اگر خشک بشه بعد دیگه اینا قابل استفاده نیست و هدر میره. ما میخوایم استفاده کنیم. کامل اینو من دورگیری میکنم، درش رو یه چیزی میذارم روش پوشیده بشه، بپوشونم. 10 دقیقه استراحت براش کافیه. دستم رو میزنم توی یه کاسه آب سرد، 2 تا دستم رو و کامل این انگشتامو خیس میکنم. حالا این آب سرده ها، دور تا دور این رو آزاد میکنم. هی دستمو اگه میچسته توی آب فرو میبرم،
آزادش میکنم. یا اگه میخواین راحت تر باشین با این نوک انگشت قشنگ کامل هی خیسش کنین، کامل آزادش کنین. حالا دستتون رو میبرین زیر بغلش میکنین، شست آزاده. این خیلی مهمه ها، چون من میبینم توی کلاسا بچه ها فیلم و عکس برام میفرستن، میبینم که این شستشون درگیر میشه، در صورتی که شست رو آزاد بذارین. دستتون رو میبرید زیر، دستتون رو به هم میرسونین و حتی روی هم بیاد هیچ اشکالی نداره و خمیر رو بلند میکنین. این شکلی میاد میره روی خودش تا میشه. اگه با یک بار انجام نشد، کامل کلاف نشد، 2-3 مرتبه انجام بدین مثل من. حالا خمیر این کاسه رو من میچرخونم، اون سمت مقابلش رو دوباره اینطوری سعی میکنم در 1 یا 2 یا حتی اگه نشد 3 مرتبه کلافش کنم. هر 4 طرف رو من انجام میدم. سعی نکنید بذارید زیاد بالا بمونه، چون دچار پارگی میشه. ببین تا بلندش میکنم رو خودش تا میزنم. این میشه کویل فولد اول، تای اول. این کار رو باید چند مرتبه انجام بدین به فاصله های 20 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای، بستگی به شرایط داره. هم میتونید 20 دقیقه‌ای بذارین، هم 15 دقیقه‌ای. من الان 20 دقیقه میدم، چون بالاخره شرایط محیطی طوریه که هوا خنکه. فصل پاییز و زمستون 20 دقیقه بدین، فصل تابستون و بهار 15 دقیقه بدین. حالا بعد از 20 دقیقه میام تای دوم رو میزنم، یعنی دوباره همین کار رو تکرار میکنم. باز بعدش دوباره این کار رو میکنم. چند بار کویل فولد بزنیم اینو خمیر به ما میگه، یعنی اگر که آخرین بار اومدین کویل فولد بزنین دیدین که خیلی پفکی شده، دیگه ادامه ندین، یعنی کافیه. بعد از استراحت خمیر من اینطوری حجم گرفته، یک کوچولو دور تا دورش رو آزاد میکنم. دوباره کویل فولد رو انجام میدم، یعنی از هر 4 طرف با دستی که هی میزنم توی آب خیس بشه مجدد تا میکنم خمیر رو روی خودش. دوباره 20 دقیقه استراحت میکنه و میبینم توی دفعه آخر حجم گرفته، این شکلی پرحباب و لرزون شده. روی یک ورقه نسوز سبوس میپاشم و خمیر رو روش برمیگردونم. خودش رو انتقال میده روی سطح کار که همین ورق نسوزه. بدون اینکه پفش رو بخوابونم سعی میکنم این شکلی چونش کنم، یعنی یه سطح گردی بشه و دور تا دورش رو سبوس پاشیدم. اینو برش میگردونم و سعی میکنم سریع این کار رو بکنم که زیاد به دستم نچسبه. حالا که اینطوری هنوز پرحباب و لرزونه، من روش رومال میزنم. ترکیب نصف لیوان آب، 1 قاشق آرد که روی حرارت ملایم هم زدم و آخر 1 پینچ جوش شیرین اضافه کردم تا رنگ بهتری بگیره و گذاشتم سرد بشه. وقتی به غلظت ماست رسید میذارم سرد بشه و بعد روی خمیرم انتقال میدم. با دستم پهنش میکنم، با انگشتای دستم فرم بربری بهش میدم. خمیر رو انتقال میدم به پشت یکی از دست ها این شکلی. این یه ذره با تمرین بیشتر راحت تر میشه براتون. با حرکات دستم یک مقداری به رقص درش میارم تا خیلی کم کشیده تر شه. سعی کنید اینجا نازکش نکنید خیلی زیاد، چون خشک میشه. فقط در حدی که یکم کشیده تر شه. مثلا این سایز ورق نسوز من 30/40 و این خمیری که تقریبا 500 گرم هست من در این حد بازش میکنم، نه بیشتر. حالا کنجد میپاشم و بعد اجازه میدم 15 دقیقه استراحت کنه و بعد انتقالش میدم به فر داغ 250 درجه به مدت 15 الی 25 دقیقه تا وقتی که کامل رنگ بگیره. توی فر میمونه، کامل پخته میشه و این یک بافت بربری فوق‌العاده عالی و بربری سنتیه. تخلخل‌های ریز و درشت داره.